فینالی بازی را میگم. محترم خالق رمضان، انا که پاسپورت پارتو ما بلیت بگیرم بیا در بازی اشتراک کن. روز 22 ساعت 16:00 آدرس کاخ سروش فینالی بازی BMW X7 5 تای دیگه BMW GC یا BMW X5 کامنتار یا پادرکا 2 تای دیگه 07 20 تای دیگه تلفن پادرکا برای نفرایی که کاخ سروش میرن میان چسنی بدن بازی را میبینید میان حق بدن یا ناحق بدن بازی را در اونجا میبینید تو با 55 تومان صاحبی BMW X7 1.5 میلیون تومان میشه کدو نفری که 1200 تومان در بلیت میگیره جاش در تلفن پدرکش میشه با هم قبلیتاش در دوری برابر بازی میکنه بازی ما BMW داره X7 GC داره برای مردمی کاخ سروش 2 تای دیگه 07 داره شهزاده دیاره فیروزه گلناره این وقت پروستا تکرات نکی که همه چیزی مهم در زندگی انا میای برای همه وقت خودت فکر کی زندگی تت پیش میبری یگام کس محتاج یگام کس نیست با 55 اون تو صاحب این نمی ماشین میشه بیا اینا دام دوری کاخ سروش کو برار ماشینات سای بازی را او سمای گفتگی هیچ چی 100,000 تومان دیگر میتم ماشینات سای بازی را بیو رقم انم 14 واتساپ رقم 37 کارتا بازی 55 تومان بدرو دنگلک 20 دیم چلا بیا انم BMW X7 تا ایرایو دنبروره بچا جون پول یا ایلوزیای یا روزی که تو پاگا میگی انا 24 ساعت ممکنه همه روز مهم باشه روز 22 ساعت 16:00 با وقت تاجیکستان 14:00 با وقت مسکو فینالی بازی BMW X7 5 تای دیگه BMW GC یا BMW X5 پروستا کامنتار یا پادرکا بازی در کاخ سروش روز 22 آدرس کاخ سروش ساعت 16:00 مرحمت حمد بیاین 2 تای دیگه 07 20 تای دیگه تلفن پادرکا برای نفرایی که کاخ سروش میان و خود به پولای مهاریت اتدا گفته بودم که برات ما چسنی بدنی بازی را با شما نشان میتم امروز مردم برای پول چی کارا کرده است ایرایو نبروره بچه جان این پول یا ایلوزیای امروز هسته پاگا نیسته همه وقت زندگی تا پیش بر همه وقت خودت فکر کی زندگی تا پیش میبری یگام کس محتاج یگام کس نیست در زندگی میگن که یا ریسک میکنی کار میکنی یا همه وقت کارگری آدمی ریسک کردگی میشه یگام کس در زندگی خفه نشه در خانه کس زدی که یاسم پلت نداد قرض کو هیچ وقت خفه نشه میدونی برای چی برای که هر یک آدمی زاد زندگی خچه داره برای که بچه تو امروز پرابلم داری امروز زمانی شده که پول قرض میتی با پا میدوی از یکاو دادر یک دیگرش در دویریت نمیکنن همه وقت ریسکی که ای خودت نمونی پروست ای خودت خفه شکی چی با تو ریسک نمیکنی نخود تو با 55 تومان ای ریسک کردن بترسی که تو با 55 تومان صاحبی BMW X7 1.5 میلیون تومان میشه صاحبی 5 تای دیگه BMW GC میشه ای بچه یک هم بلیت گرفتن نمیتونی بدرو کامنتار شپک بازی که من میمونم اینا کودکی میدان میتونه اشتراک کنه آدمی کلان هم میتونه اشتراک کنه میدونی برای چی بوی هم میتونه اشتراک کنه کم بغلم برای که با یک کامنتار تو صاحب BMW X5 میشه BMW GC را دیدی یا خواهرچک میداک برید تمام خیلی صاحب BMW X5 با یک کامنتار هم میشه گپی یگام کسا گوش نکن نفری که تری هم گپ میزنه سفید میته اول بس پشت هم آدم یا برو اهمیت بچه کپ کلانی در دیگه کارو عقلت میگیره در کارو عقلت نمیگیره برات یا بار پشت هم را نگاه که هم آدم در زندگی خیری سایش چی داره یگام چی نداره او آدم چه می قدر تدا سفید میته کو اگر او میکد کو زندگی خچ ساز میکد پشت پر میکد فهمیدی دبر ایت نوج استوده سیمشکه چقیده نمیشیشت هر یک آدمی زود زندگیش در دستی خچه عروبای زندگی تا خودت میبری نمی زندگی یک کوبیک روبی که ایرایو نبرو که فورا تایس میکنی بو فورا تشخیص میکنی برای این فقط حرکت کردن کنه برای این فقط ریسک کردن کنه برای این فقط عقل کار فرموندن کنه تی یگام بار دیدی که یگام آدم به سواد صاحب یگام چیده باشه نه برات لوبای آدمی که صاحب بیزنس صاحب لوبا چیشه عقل داره برای هم قد در جان هم قد میگم که مکتب تا بخوان بعد نگاه که برات هیچ وقت ماشینیکی را در دیر بازی گذروندن نبی این روز 22 ما بازی ما مزگرانون مدتی 3 ساعت بازی را گذروندن خین نیست بازی را گذروندن پرابلم نیست 3 ساعت این ما روز 22 مزگرم نکیرا جواب گفتنش کنه پگت میو که پگاو جنامت میبره پگت دیگهش میای میگه که ماشینی مکو ما بلد من افروخته باشه ما چخت دم میبره ماشین میتم یا بار بس فکر که تو نه چیزلا گفتی باید بزگرانی ما لینا ما هم چیزلا مزگرانم تو ماشین میبری بیای ماشین داتم روزی نه یا روزی نیستی اکا
خیت کردی برای انامقا ایما بازی موندن بلدگیری اشما واسه براد این روز 22 ساعت 16:00 آدرس کاخ سروش مرحمت فینالی بازی BMW X7 5 تا دیگه BMW GC یا BMW X5 کامنتار یا پادرکا 2 تا دیگه 97 پروست برای نفرایی که میان خیلی کاخ سروش بازی را پیش تماشا میکنین میان چسنی بدن بازی را میبینین میان حق بدن یا ناحق بدن بازی را کو در اناموجا میبینین میان بعد فکر میکنین بعد میفهمین که یا جورای تراس میگفته یا انا این بازی ما راست بده بیا مرحمت روز 22 ساعت 16:00 کاخ سروش فینالی بازی در خودت اشتراک خودت بلد ببرار کدام نفری که نمیاد ماشینات بازی را میقپه لوبای نفری که میگه که این موزی ماشینیکی داره روز 22 آدرس کاخ سروش بیا ماشینات بازی را بیا 200,000 تومان دیگه پول ندادگی ما زنک آدم بیا اینا دام توی کاخ سروش کو برار ماشینات بازی را محترم خالق رمضان انا که پاسپورت پارتو ما بلیت بگیرم روز 22 بیا در بازی اشتراک بابو کی بازی ما چسنی بده یا ماشینیکی بده بیا ماشینات بازی را برار 200,000 تومان دیگه پولت میتم رمضان او سومای گفتگی هیچ چی 200,000 تومان دیگه میتم ماشینات بازی را بیا حاضی 55 تومان بدرو دنگلک 22 بیا انا BMW X7 یک بار تو بس خودت خلاصه تبرار ای بچه جان با 55 تومان کلا تکار فرمان من تو ده حیران میشم با 55 تومان تو صاحب این نمی ماشین میشه صاحب BMW X7 1.5 میلیون تومان نمیشه ریال نمیشه ای بچه من ترا ریال نگفته ایستم که تو صاحبی نمیشه بیا خودت در بازیش اشتراک بیا خودت برا بلیت چه برار برات کدام نفری که 1200 تومان در بلیت میگیره جاش در تلفن پدرکش میشه با هم قبلیتاش در دوری برابر بازی میکنه مرحمت روز 22 بیا این براتانو کدام که ایما 1200 تومان در بلیت گرفتگی دانم تون جانم تلفناتون گرفتگی نیستن بنویسین در واتساپ ما بیاین تلفناتون قبول کنیم براتو بیاین تلفناتون قبول کنین دانم یا جانم رقم انم 14 واتساپ رقم 39 کارتا این انم واتساپ دشمستی است که تر صاحبی BMW X7 میکنه این انم واتساپ دشمستی است که برات تر صاحبی انم BMW GC میکنه روز 22 همه کسا یک جایی کو بازی را قید میکنیم همه کسا یک جایی بازی را میزگرونیم فورت بلیت بگی نه فورت نگی با 55 تومان تو کم بغل نمیشه تو بگیری نگیری هم بازی مرا کو بلیتش بود میشه هست آدمای که میگیرن این افریم یا اومد که من فینالی بازی را میگم تو حالی هم وقت داری که ریسک نی این وقت پروست تک تراتی نکی که همه چیزی مهم در زندگی انا میای برات یا روزی که تو پگا میگی انا 24 ساعت ممکن همه روزی مهمی تو باشه روز 22 ساعت 16:00 آدرس کاخ سروش فینالی بازی BMW X7 5 تا دیگه BMW GC یا BMW X5 کامنتار یا پادرکا 2 تا دیگه 20 تلفن دیگه برای نفرایی که کاخ سروش میاد 2 تا 20 تا دیگه تلفن بیا کاخ سروش بازی را پیش تماشا کن و خود به پولای برات